چهارم، زکات چهارپایان. زکات در اسلام دارای بخش‌های بسیار و متنوع است که از جمله آن زکات چهارپایان است که شامل شتر، گاو و گوسفند می‌گردد. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند صاحبان شتر، گاو و گوسفندی که زکات آنها را نداده‌اند در روز قیامت این چهارپایانش بزرگتر و چاقتر شده می‌آیند و صاحبان خود را با شاخهایشان می‌زنند و زیر پا نیز می‌کنند. اگر آخرین آنها از این کار برآمدند، اولین آنها باز می‌گردند تا اینکه میان مردم قضاوت پایان یابد. و زکات واجب نمی شود مگر اینکه از ملکیت چهارپایان در نزد مالکش 1 سال کامل سپری شود، به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودند تا زمانی که بر مالی 1 سال نگذشته در آن زکات نیست. در این چهارپایان شرط شده که صائمه باشند، یعنی حیوانی که در چراگاه‌ها از علف‌ها و گیاهان مباحی که الله تعالی رویانیده بدون اینکه کسی آن را کاشته باشد تغذیه کند. اما اگر تغذیه آنها از مزرعه‌ای که کشت کرده اند باشد در حکم صائمه نبوده، بر آنها زکات نیست. و شرط شده که این چهارپایان برای بهره‌گیری از شیر و نسل آنان مهیا شده باشد، نه برای کار، یعنی برای کشت و یا آب کشیدن از چاه و یا بارکشی و یا نقل کالا از آن استفاده می شود. بر آنها زکات واجب نیست. اما اگر برای کرایه دادن تخصیص یافته بود، زکات در اجره آن است، هرگاه بر آن 1 سال سپری شود. و شرط دیگر این که چهارپایان به نصاب شرعی رسیده باشند. در شتر اگر تعداد آن از 5 تا 9 شتر بود، صاحبش 1 گوسفند زکات می دهد و میان 10 تا 14 شتر صاحبش 2 گوسفند زکاتش را می دهد و میان 15 تا 19 شتر 3 گوسفند و میان 20 تا 24 4 گوسفند. اگر به 25 رسید تا 35 در آن بنت مخاض یعنی شتری 1 ساله است. وقتی به 36 شتر رسید تا 45 شتر در آن بنت لبون یعنی شتری 2 ساله است. پس اگر به 46 برسد تا 60 در آن حقه یعنی شتری 3 ساله زکات است. هرگاه به 61 رسید تا 75 در آن جزعه یعنی شتری 4 ساله است. و در 76 تا 90 شتر 2 بنت لبون و در 91 تا 120 2 حقه است و در اضافه از آن در هر 40 شتر 1 بنت لبون و در هر 50 شتر 1 حقه می باشد. اما نصاب زکات گاو از 30 تا 39 گاو 1 تبی یعنی گوساله‌ای که 1 ساله باشد می باشد و میان 40 تا 59 گاو 1 مسنه یعنی گاو 2 ساله است و میان 60 تا 69 2 تبی است و میان 70 تا 79 1 تبی و 1 مسنه است. هنگامی که شمار گوسفندان به 40 برسد تا 120 زکاتش 1 گوسفند است. اگر از 120 افزون شد تا 200 گوسفند زکاتش 2 گوسفند است. اگر از 200 گوسفند اضافه شد تا 300 در آن 3 گوسفند است. اگر از 300 گوسفند افزون شد پس در هر 100 اضافی 1 گوسفند زکات بدهد. و آنچه برای زکات جدا کرده می شود مال متوسط بوده، نه مال بسیار خوب و نه خراب، بلکه در چهارپایان سن سالش به دقت مراعات شود و کمتر از همان سال معین پذیرفته نمی شود، زیرا که به ضرر فقرا می باشد و نیز مال بسیار خوب و برازنده گرفته نمی شود چون که به ضرر ثروتمندان می باشد. چهارپایان بیمار، معیوب، بزرگسال، ناتوان برای زکات پذیرفته نمی شود، زیرا که برای فقیر منفعتی ندارد و در مقابل چهارپایی که چاق بوده برای خوردن آماده است نیز برای دادن زکات گزیده نمی شود و همچنین چهارپایی که بچه اش را پرورش می دهد گزیده نمی شود و نیز چهارپایی که بچه در شکمش است برای زکات جدا کرده نمی شود و همچنین اموالی که چشم به آن متوجه می شود، زیرا مال خوب و برازنده می باشد و در جدا کردنش برای زکات به ثروتمند آسیب می رسد. به دلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند از گرفتن اموال برازندشان برحذر باشید و احیانا چهارپایان را با هم یک جا می کنند به 2 گونه. شکل اول یک جا کردن خود چهارپایان و آن به گونه است که
حصه هر یک از طرفها از دیگری متمایز نمی باشد. شرکت حصه هر یک از طرفها را به طور مشابه می گرداند. چنین یک جا بودن در نتیجه میراث و در نتیجه خرید نیز می باشد. شکل دوم یک جایی اوصاف و سهم و حصه هر یک از طرفها معین و جدا بوده، طوری که حصه هر یک برازنده و شناخته شده است، ولی دو طرف در بعضی ملحقات مانند چراگاه و عاقل و مانند آن مشترک می باشند. و چنین یک جایی مال دو طرف را مختلط کرده مانند یک مال می گرداند. هرگاه مجموع مالهای با هم یک جا شده به نصاب زکات برسد و صاحبان آنها اهل زکات باشند، زکات واجب است. اگر یکی از آنها کافر بود، یک جا شدن صحیح نبوده و اثری به آن مترتب نمی شود و باید که دو مال مختلط در آغل و در رفت و برگشت چراگاه و در شیردوشی و در نسلگیری اگر چهارپایان از یک نوع بوده مشترک باشند. هرگاه چنین شرطهایی متوفر بود، مالهای دو طرف در نتیجه مختلط بودن به منزله یک مال شمرده می شود. به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم که فرمودند میان جداگانه ها یک جایی نمی شود و میان یک جا شده ها از بیم زکات جدایی کرده نمی شود و آنچه که از مختلط بود برای هر دو به طور مساوی برمی گردد. مختلط بودن در وجوب زکات و عدمش تأثیر دارد، به ویژه در چهارپایان نه در غیر آنها. و مثال یک جا شدن میان جداگانه ها: 3 نفر که هر یک مالک 40 گوسفند می باشند. در حالت یک جایی شمار گوسفندانشان به 120 می رسد. هرگاه آنها جداگانه بشماریم بر آنها 3 گوسفند است. ولیکن اگر یک جایی بشماریم و در آنها تنها 1 گوسفند، زکات می شود. در اینجا میان جداگانه ها جمع کردند تا 3 گوسفند واجب نشود بلکه 1 گوسفند بدهند. و مثال جدایی میان یک جا شده: شخصی 40 گوسفند دارد. هنگامی که از رسیدن کارمند زکات آگاه شد، میان آنها جدایی نموده 20 گوسفند را در یک جا و 20 دیگر را در جای دیگر میگذارد. به علت نرسیدن به نصاب در حالت جدایی از آنها زکات گرفته نمی شود.